کنسرت عجیب و باور نکردنی نغمه و رقص‌های باور نکردنی نغمه این کنسرتش را در کجا برگزار کرد؟ چهره جدید نغمه بعد از جراحی و گفته‌های تازه وی درباره منگل همسر سابقش. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. بانو نغمه، هنرمند با استعداد کشور، یکی از هنرمندان سوریلم، ماندگار و موفق در هنر موسیقی افغانستان شهرت و محبوبیت خارق‌العاده‌ای داشته است. این هنرمند با استعداد و توانایی کشور در مدت خیلی کوتاهی توانست در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت کسب کند. از سن 18 سالگی شروع به سرودن آهنگ کرد. وی در سن 21 سالگی با منگل ازدواج کرد. ثمره ازدواج نغمه با منگل 5 فرزند می باشد. کارهای هنریشان مورد حمایت گسترده افغانها قرار می گرفت. تا کنون آهنگهای نغمه با منگل در دلهای میلیون ها افغان جا دارد. ولی نغمه بعد از تحولات که در زندگیش ایجاد شد، رهسپار کشور امریکا شد و از منگل شوهرش جدا شد. بار دیگر نغمه ازدواج کرد، اما برای مدت طولانی از پرده رسانه ها و هنر موسیقی به دور بود. تازه تصاویر نغمه نشر می شود که وی در کشور امریکا کنسرتی برگزار کرده است. نغمه در این کنسرت بار دیگر برای منگل همسرش توهین کرده است، اما معلوم نیست دلیل توهین و گفته های نغمه برای منگل چی بوده است. هرچند منگل تا کنون ازدواج دیگر نداشته است و همیشه با یاد و خاطرات نغمه برنامه‌های تلویزیونیش را به پیش میبرد. ولی ما آرزوی خوشبختی، سعادت و موفقیت برای تمامی این هنرمندان کشور از بارگاه عزت لایزال تمنا داریم. در انتظار نشر تازه ترین برنامه ها از نغمه و منگل خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران بانو نغمه به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، تک تک از شما نازنینان را به لای من نام سپرده. موفق و کامیاب باشید.